در میون مردم مخصوصا در سطح بین المللی حق نظر بکنید. حق نظر امسال در 6 مسابقات سطحی با نفوذ شرکت فعالانه داشت و جهت‌های کارکننده هنرش هم از همین عبارت است. گلنازم مدنیازова اولین برنده مدال طلا در قهرمانی جهانی کشتیگیری شد و ما از این سرفرازیم که چنین بانوان کشورهای همجوار هم در کشتی اجدادی ما هنر بلند نشان دادند. تشکر. حالا از راهبر دستگاه رئیس شهر دوشنبه قربانزاده عبدالله خواهش میکنیم که به صحنه آیند و نامیناسیون بهترین مربی سال 2024 را در سطح بین المللی معرفی نمایند. بهترین مربی خورشید عبیدالله. عبیدالله منتخب کشتیگیری تاجیکستان هم در قهرمانی جهان و هم در جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در جام رئیس شهر دوشنبه هم نتیجه های بهتر به دست آوردند. بهترین داور سطحی بین المللی حالا از برنده مدال طلای بازی‌های المپیک ریو د ژانیرو دلشاد نظر خواهش می‌کنیم که به صحنه آیند. بهترین داور سطحی بین المللی بهادر حمیدov. بهادر حمیدov در 3 مسابقات سطحی باشد و خصوصا در سبقت‌های نیمه‌نهایی و نهایی قهرمانی جهان مورد توجه و نظر کارشناسان قرار داشت. مبارک باشد. در این برابر فدراسیون‌های ملی کشورهای آسیا و اروپا هیئت‌های مکمل خود را هم به تاجیکستان سفربر کردند. حالا از رکتور دانشکده تربیت جسمانی تاجیکستان عبداللهزاده محمد شاه خواهش میکنیم که به صحنه آیند و بهترین فدراسیون ملی کشتیگیری در سال 2024 فدراسیون ملی جمهوری اسلامی ایران اعتراف کردند. هیئت دسته ایران هم میان مردان و هم میان بانوان در 3 مسابقه نفوذ بین المللی داشته که سال روان در تاجیکستان برگزار گردیدند. یک بار دیگر ثابت نمود که همزبانان ما احترام و صمیمیت خاصه به رشد کشتی اجدادی ما دارند.